هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد. تو شهرآورد اصفهان انزونزی یه جوری رفت رو قوزک پای قائد رحمتی که اگه یکی همین حرکتو تو خیابون انجام میداد 6 ماه تا 2 سال حبس داشت. ولی داور بازی گفت نه من چیزی ندیدم. آقا ما هم چیزی ندیدیم، بین خودمون میمونیم. تراکتور یکیش خیبر خرم‌آبادو برد که هنر خاصی هم نکرد. هنر رو داور بازی کرد که با مانیتور خاموش گل تراکتور رو رد کرد. یعنی آنچه شما تو آینه، یعنی صحنه آهسته‌ای که 1000 بار تکرار میشه نمیبینی، داور در زل زدن به خشت خام یعنی مانیتور خاموش میبینه. پرسپولیس دقایق آخر بازی گل زد و تونست یه مساوی از آلومینیوم عراق بگیره. تا قبل بازی پرسپولیس استقلالیا میخواستن تاریخ شهرآورد رو عوض کنن. بعد بازی پرسپولیسیا میگن پرسپولیسیا به زمان پیگیری فوتبال‌های اروپایی به جای لیگ ایران نزدیک میشن. استقلالیا خوشحال نشن چون شما امسال از اول فوتبال‌های اروپایی رو دنبال میکردید. استقلال در حالی که یه بازی دیگه بی مربی باشه نوبت من و شما هم میشه رو نیمکتش بشینیم، نساجی رو 1-0 برد. کوشکی هم گل زد. معلومه هر روز جلو آینه وامیسته میگه نجات دهنده در آینه است، نجات دهنده در آینه است. از الان به بعدم این مایم که بعد جلو آینه واستیم بگیم آیا جهان آماده تقابل کوشکی و رونالدو هست؟ اما خبر بعدی در مورد باشگاه استقلال هست. ماتساری و داستان‌های ماتساری همچنان ادامه داره. ماتساری سرمربی ایتالیایی که تقریبا 1 ماهی هستش که باشگاه استقلال در حال مذاکره است با او. شروط و اتفاقات و اینکه آقا میشینه روی نیمکت نمیشینه روی نیمکت. گفتن 8 دستیار داره، گفتن نه آقا 7 داره، بعد گفتن که دستیاراش خواهند آمد. رسما خودش در تابستان روی نیمکت باشگاه استقلال میشینه، یه پیش پرداخت میگیره. یه خبرنگار ایتالیایی گفت آقا 4.5 میلیون دلار، بعد گفتن نه 2,700,000 تا رقمو گفتن نه این پایینتر از این رقمه. گفتن اگه ما می‌خواستیم با این رقم ببندیم که 20 روز علاف نمی‌شدیم، ادامه نمیدادیم. تا اینکه آقای تاجرنیا دیروز یک پیامی رو منتشر کردند و گفتن که تا 10 روز پیش قسم می‌خوردن و گردن گرو می‌ذاشتن که ماتساری نخواهد اومد، فشار می‌آوردن و از توضیح دادن که چه اتفاقاتی افتاده و حالا هم دارن تهدید می‌کنن و اونو می‌ترسونن که بیاد ایران. و حالا ماتساری به ماتساری پیام میدن ایران امن نیست نیا. این جمله رو ببینید، حالا به ماتساری پیام میدن ایران امن نیست نیا. براتون آشنا نیست؟ 2 ماه پیش بود پرسپولیس مذاکره کرد با ماتساری، کلی اتفاقات پیش رفت. خاطرتون هست مذاکرات چجوری تموم شد؟ یکی از دلایلی که گفتن ماتساری رو بهش پیام دادن گفتن ایران امن نیست. جمله یه جورایی آشناست، برای هوادارهای پرسپولیس هم آشناست. این سرمربیه. امیدوارم که آقای ماتساری اون چیزی که صحبت شده گفته بودن سه‌شنبه قرارداد میبنده و اتفاقی میفته. حالا آقای تاجرنیا گفتن که به ماتساری پیام دادن گفتن ایران امن نیست. خب این پیامو که یه 2 ماه پیش هم وقتی پرسپولیس مذاکره میکردن اون موقع هم باشگاه پرسپولیس مدعی بود که همچین پیامی رو بهش دادن. دیگه این نمیتونه دلیل باشه. اینکه این پیام کذب هستش و یه همچین اتفاق و یه همچین چیزی اصلا نیست رو هممون میدونیم. الان آقای ماتساری هم میدونه دیگه. سری پیش هم باشگاه پرسپولیس هم گفتن یه همچین چیزی رو پیام بهش دادن. خب نبوده که دوباره مذاکره کرده به اینجا رسیده دیگه. به هر حال ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت آینده قاعدتا مشخص خواهد شد. اما هر چه جلوتر میرویم بیشتر معلوم میشه و نهایی میشه که در دربی حساس 150 پایتخت تقابل استقلال و پرسپولیس محمد نوازی سکان هدایت باشگاه استقلال رو بر عهده داره. منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خبرهای تکمیل رو در سلام صبح بخیر برای شما خواهیم. بریم سراغ تصویر بعدی، مفصل‌تر راجع به بازی‌ها صحبت بکنیم. مانیتور خاموش نظر داور را عوض کرد. دیسپک اسکوچیش به کارترون. چه اتفاقی افتاد؟ خب تراکتور که 1-0 این بازی رو برد، یه گل زدش تراکتور. آقای ترابی این گل رو زد. نگاه کنید صحنه رو. و کمک داور ویدیو وی آر اعلام کردن که آقا این گل پذیرفته نیستش. داور رفت کنار زمین صحنه رو نگاه کنه. اون تصویری که می‌بینی سمت راست که الان هم خیلی جاها دارن کار میکنن، اون مانیتور اون تصویر رو نشون میده. داورم خیره شد به اون مانیتور رو. حالا چی از اون دیدش خدا میدونه.
برگشت رو گفتش گل مردود هستش. داور بازی های منصوریان هست. بعد بازی هم خبرنگارا جمع شدن مصاحبه کنن، ایشون گفت من مصاحبه نمی‌کنم. آقای اسکوچیچ اشاره کرد گفت من توی همچین شرایطی حالا با طنز اگه همچین اتفاقی بیفته زنگ میزنم خونه به خانواده‌ام میگم چی دیدین، بر اساس اون تصمیم میگیرم. آقای عزیزی صحبت کرد گفت چرا وی ای آر و کمک داور ویدیویی سر بازی‌های تراکتور فقط خراب میشه و یکی از اون حواشی بسیار عجیب و غریب بود. اومدن وی ای آر به فوتبال ما خیلی خوبه، اما بعضا یه اتفاقاتی میفته که یه سری حواشی ایجاد میشه که بالاخره سوژه میده دست رسانه ها. یکیش هم دیروز بازی تراکتور و خیبر خیلی عجیب بود دیگه. داور اومد کنار زمین و اون صحنه رو دید. اما آقای کارسرون که قبلا گفته بود ما اومدیم صدر جدول، اگر خاطرتون باشه تو بازی هفته قبل و سپاهانی که اومده بود صدر رو گفته بود حالا خواب از تراکتوریا گرفتیم، همه تراکتوریا واکنش نشون دادن دیگه. حالا دیسپک اسکوچیچ، آقای اسکوچیچ گفتش که خواب استادیوم 70,000 تایی رو میبینم. آقای عزیزی گفت آقا ما خیلی راحت میخوابیم، سرمون رو میذاریم رو بالش خوابمون میبره. آقای مظفری زاده هم گفتن که ما خواب از سپاهانی‌ها گرفتیم. خلاصه جنگ خواب دیگه، کری سپاهان و تراکتور. آقای سلطانی شما میدونید شرایط دربی کاملا متفاوت هست، خاطرات زیادی دارید، بازی‌هایی که تقابل‌های استقلال پرسپولیس که خودتون حضور داشتید. یکی از اون خاطراتتون که همیشه میگید و خیلی هم شیرینه اونو اول برای ما بگید که بیننده‌های ما هم بدونن. ببینید من بازی که با دربی داشتم من آلمان بودم، به من زنگ زدن گفتن که مخفیانه اومدید و بله آلمان بودم. داستان من تو آلمان بودم. بعد به من زنگ زد آقای خوردی، من زنگ زد گفت ما یه آقای ویتلیچ هستش کسی رو نداریم. من قرار بود 20 روز بعدش بیام. هر ساعت کمکم بهم کردن با پرواز به قول من رو فرست کلاس من رو آوردن تهران و بردن توی خونه‌ای. شب چه ساعتی رسیدید؟ ساعت 12 رسیدم فرودگاه. همه کارم همه انجام دادم. بازی ساعت چند بود؟ فرداش ساعت 3-4 بود فکر کنم برداشت. اون موقع استقلالی‌ها فکر می‌کردن که شما آلمانی. هیچ کی نمیدونست. ببینید من خواهرم، برادرم و خدا بیامرزه پدر مادرم نمیدونستی که من اومدم. شب اومدم و خونه مادر خانومم خوابیدم و شب صبح رفتم اردو بودم. من صبح زود رفتم. بعد یه سری از بچه‌ها هم نمیشناختم، تازه اومده بودن. دفاع راست مثلا انصاری‌فر بود، آقای نعیم محمدی بود. بعد وقتی وارد استادیوم توی اردو بودم، وقتی ما رو شناخت دیدم و گفتم اینا کیان، گفتن این فلان فلانی و ما باهاشون سلام علیک کردیم و قرار بر این بود که 2 روز 1 روز بعد از بازی علی آقا گفتش که کاپشن حتی شما لباس مبدل، یه لباس بپوش، مبدل بپوش، کلاه بذار کسی تو نمونه. سیستم بازی استقلال این بود که هوایی بازی کنن. خب شما میدونید که خب قرار من تو هوایی بودش. قرار بر این بود که 1 روز بعدش من برم تو زمین. که من رفتم کنار نشستم، بعد جمعیت های نگاه میکردن این طرف که قد بلنده که هی به هم دیگه نشون میدادن که یکی از فامیلای ما اونجا بلند شد، دیدم تا کنار برگشت گفتش که هی صدام کرد، نگاهش کردم گفتم ساکت باش فقط هیچی نگو. کارو خراب میکرد نه؟ خراب میکرد. که 1 روز بعدش حالا یه اتفاقی هم افتاد. برنامه بر همین بود که علی آقا به قول معروف به اصطلاح خودش من بیام تو زمین. که اومدم تو زمین و سیستم تیم استقلال به هم خورد. یعنی اون برنامه که داشتم دربی چند شد اون بازی؟ 3-0 بردیم اون بازی. 3-0 بردیم. دقیقاً. از سیستم علی آقا جواب داد. دقیقاً. یه وقت اومدم سیستمشون هوایی رو آوردن به هم خورد و آوردن میان زمین انجام بدن و یه کاری که انجام بدن و هر صورت موفق شد با 3 گل بسیار خوب. شد دیگه شما مثلا ماتداری میگن که آقا ایشونو تهدید کرد. نه ایشونو تهدید نشده. دقیقاً ایشون جا آدم داره، میدونه الان وضعیت باشگاه استقلال رو میدونه که الان بخواد بیاد تو استقلال حالا 1 بازی 2 تا بازی خوب داره بازی کرده. علیانو که همیشه برده بوده، باش خوب بازی کرده میشه منکرش شد، ولی من فکر میکنم روزای سخت داره استقلال داره. کری رو داریم میخونین ها. میگین یعنی الان چون خیلی استقلالی‌ها بالاخره به واسطه اینکه نتایجی که گرفته استقلال و شرایط روحی خوبی که داره توی لیگ چند پله اومده بالا به مرحله حذفی آسیا رسیده، یه جورایی شما دارید میگید که بازی با پرسپولیس فرق میکنه. ببینید من آرزوی موفقیتش تو به نخبگان آسیا که حتما دارم میگه، این اتفاقا هممونه و اون برای ملی اصلا بحثش جداست. بازی دربی رو داریم میگیم. بله اون اصلا جدا، ولی دربی رو شما مطمئن باشین که پرسپولیسیا من به شما قول میدم همیشه تو دربی تا اونجایی که من میدونم پرسپولیس خیلی عملکرد خوبی داشته. الان تمرینات خاصی که دارم میبینم در جریانش هستم، من فکر میکنم که
پرسپولیس خیلی بتونه یکی از اوناست که از این بحران بخواد خودش خارج کنه تو این چند وقته تو دربی. اگر بخواد همین بازی که مثلا با جلوی آلبینو بخواد بازی کنه من متاسفانه فکر کنم خیلی انتقادا براش میشه، ولی من اون فکرم اینه که تفکرم اینه که پرسپولیس بسیار بازی خوبی انجام میده و قول به شما میدم که نتیجه خوبی هم میگیره. حالا جواب آقا ادموند اینجا بهش بگم من. خب اینم یه کوریه پیشکسوت استقلال پرسپولیس. آقا چند تا سوال میپرسیم از شما، یک کلمه بین دو تا دروازه‌بان از دروازه‌بانای تقریبا میشه گفتش که آره دیگه 2 دهه گذشته، پرویز برومند، نیما نکیسا. یه بحث وحشتناکه که آقا اسمی باید جواب بدید. من یکی رو باید بگید. عرض کنم نیما رو میگم. نیما تو عرض جام جهانی. نیما نکیسا و عید طالبلو. باز نیما رو میگم. نیما بهتر. نیما نکیسا، ستوسن حسینی خوب بوده. من ببین باید حقیقت رو بهتون بگم. من حسین حسینی رو، من یکی از بهترین گلرهای ایران. حسینی یا بیرانوند؟ باز حسینی رو میگم. ببین درسته اینجا شاید پرسپولیسی از من ناراحت شن، ولی آقا حقیقت رو بروز سلطانی گفته. ببینید من یه توضیح بدم. رفلکس‌های بسیار خوب، همیشه من ازش تعریف کردم. یه دروازه‌بانی که شما حساب کنید وقتی با انگلیس بازی کردیم تو جام جهانی، با اون وضعیت کسی نمیرفت اونجا، رفت گلایی هم که خورد، اگه 2 تا گل هم بود گل می‌خوردن. همیشه هم گفتم من نمیتونم. بازی خیلی خاص بود. ببین نمیشه. ببین هر سال درست آقای بیرانوند پرسپولیسی، من عشقم پرسپولیسی، قرمزم هستم، ولی به هر صورت اینجا نمیتونم ناحق بگم. آقای حسینی یکی از گلرهای خوبی من میتونه. مرسی که با صراحت پاسخ دادید. میخوام نظر شما رو راجع به این عکس بپرسم. خودتون توضیح بدید. خدا رحمت کنه ناصر خان، من شاگرد ایشون بودم و همیشه سوال ازشون میکردم مشکلات خودم که داشتم کجا اشتباه دارم و همیشه حامی من بوده. همیشه شما اگه صحبتش توی مقاله ها شد صحبتش نگاه کنید، ایشون همیشه حامی من بود که حتی توی هتل بودیم داشتیم میرفتیم چین، اسم نمیبرم، یه بازیکن ملی بود گفت آقا نرو این جوونه اومده نمیذاره کار انجام میده، که با رفتیم چین همینم شد که تو چین من توی استانی بودم، یه رو به اول ایشون وایسادم، بعد تعویض شد، من رفتم تو زمین، از همونجا من موندم و اینجا توضیح بدم که کمترین گل ملی و کمترین گل‌های باشگاهی رو تو ایران بنده خوردم، کمترینش رو من خوردم، حتی ملی استاد ما بود، خدا رحمت کنه. آقا این فضا چقدر الان تفاوت کرده؟ صادقانه میخوام صریح صحبت کنید آقای سلطانی. متوجه نشدم چقدر فضا متفاوت شده الان؟ فضای رقابت بین فوتبالیستا و زمانی که شما بازی میکردید، فضای فوتبال زمانی که شما بودید با پیشکسوتاتون با رقباتون. ببینید زمان ما یه چیزی به اسم مادیات نبود، پول نبود، ورزش بود، ورزش. و من بخوام بگم آقا عربی، ما کمتر از 70,000 تا جمعیت ندیدم فرستادیم، ولی الان مسائل رفته تو فوتبال. یه سری اجنت ها اومدن، یه سری به هر صورت حالا بخوام بگم مافیا اومدن توی فوتبال و دارن کارهایی میکنن که الان کسی که واقعا در خور اون بازیکن تو این باشگاه نیست دارن میرن بازی میکنن و خریدای بسیار بد، بازیکن‌های بسیار خارجی بی‌کیفیت، مدل فوتبال ما و علاوه خصوصی فصل دقیقاً بی‌کیفیت دارن بازی میکنن. ببین شما نگاه کن النصر داره وقتی تیم چند تا بازیکن خوب میاره، بازیکنایی میان در کنار اونها بازی میکنن، بازیکن‌های عربی که میبینین ازشون یاد میگیرن. ولی شما نگاه کنید یکی از اهدافشون همین هست. ما کسایی داریم میاریم که با یه سه بهشون یاد بدیم، متوجه شدین؟ این مشکل ماست. ولی به هر صورت من احتمال می‌کنم که اگه خریدم دارن یه خرید خوبی داشته باشن.